این دوران جنگ که 13 جنگ سر شما تحمیل شده و بیش از 20,000 نفرتان اینجا زخمی شده و 3,000 نفر شهید دادین، شاید 10,000 خانه‌تان خراب شده. ما یک بار از آقای محسنی و آقای جاوید نشنیدیم که گفته باشه این جنگ‌ها رو محکوم میکنیم. آقای محسنی بلکه اینجا صحبت کرده و گفته که این جنگ‌ها به مفهومه و این جنگ‌های کور است. شما سخنرانیش شنیدید. ولی امی آقای جاوید و آقای محسنی با حزب اسلامی که برادر ما جناب آقای صادق هم این مسئله را یادآور شد، سر یک ماشین جنگیدن. ما اینا را به حساب خلاف منافع مردم هم می‌کنیم. آقای محسنی در صحبت اخیری که کرده که در افغانستان به معیاری و به قانونی و لجام گسیختگی که الان حاکم هست فتوا دادن مفت به چیز رایج شده. بشی محارب و متجاوز گفتن. در بیانیه‌اش هم گفتن که اینا مخالف سیداست. شما شنیدین این مسئله را. ما این مسئله را به نفع جامعه افغانستان و به نفع جامعه تشیع نمیدانم که اینجا مطرح شود به نام هزاره سید قزلباش بلوچ تاجیک این مسئله در داخل جامعه تشیع. هر کس این مسئله را دامن میزنم، یقین دارم و اعلان میکنم که مزدور بیگانه است. این موضوع ماست. از نگاه تشکیلاتم شما میدانین که اگر حرف آقای محسنی راست باشه که من مخالف سیداست و مسئول عمومی نظامی سید است، ارکانش هم سید است، سکرتر من در دفتر من سید است. بله من مخالف خیانتکارا و معامله‌گرا هست. ای از هر قشری، از هر طایفه‌ای، از هر مردمی باشه هیچ مراعات نداره. آقای محسنی این حرفه که میزنه بیایین یک نظری بندازیم در تشکیلات حرکت اسلامی که آیا او تبعیض نژادی را اعمال کرد یا ما. بعد بیاییم نظر بندازیم در داخل حرکت اسلامی برای اعضایی که جهاد کردن و شهید دادن و فداکاری کردن حرکت برش چه قایل شده. آیا غیر از آقای هادی و آقای انوری و آقای جاوید دیگرها جبهه نداشتن، شهید نداده، فداکاری نکردن؟ به این سواد از اینا هم به دیگران مقایسه میکنیم. از هزارا یک نفر در جای تصمیم گیرنده بوده تو حرکت اسلامی. دکتر شاجان دکتر است، دکتر صادق دکتر است، حتی فیضی هم از آقای انوری سوادش بالاست.